سلام علیکم همدیاران عزیز. امروز من خوشبخت هستم که به خانه من درگاه من دو شخص بزرگی جمهوری امان حاجی بابا که مهلت های سالهای طولانی برای آبادانی جمهوری ما، برای آبادانی وطن ما خدمت های بزرگ کردن و خانه من مهمانی آمدن. حاجی بابا آمده از لیمان های من تماشا کردن، از دیگر کارهای من تماشا کردن. یک دعا میتونم من گفتم دعا رو به تمام اهل گروه تید. حاجی بابا چی گفتنی هستید؟ پروردگارا همچنین اسکندر زیادتر شوند، شاگردای اسکندر زیاد شوند، چونکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که شخصی که با درخت و باغداری، شخصی که شاگرد میبرارد فیض و برکت او در چند است. از این خاطر من دعا میکنم که شخصیت های مثل اسکندر بای زیادتر شوند، آبادی و تمام خوبتر آبادتر شود. رحمت. از این خاطر گفتنیم که هر کی را طلب است، حاجات است، مقصود است و مشکلات است، الله تعالی با فضل و کرم خویش برآورده خیر گرداند. پروردگارا صف چین شخصای مردای خدا را زیادتر گرداند و تربیتگری جوانا باشند. آمین. اکا حیدر شو شما مکان سخن حیدر شوی اونی که موضوع درخت حاجکه گفتن مهمی درخت رو شنوندن، درخت اهمیتش گفتن و که در جامعه چقدر در مهم است. خیلی سیاست دولت ما همین است، یعنی که به خریبی خطی قرار حکومت تاجیکستان قبول شد و رئیس جمهور خودشان توصیه دادن که در مدت 5 سال اخیر 2 میلیارد درخت باید شنونده شود. این یعنی هم اهمیت درخت است، اهمیت این باغداری است. و این خاطر هم حال همین تبلیغ برنامه انگور شما می‌رود بسیار اهمیت بزرگ دارد. این قدر مردم استفاده می‌برند، این قدر هم در شنوندن و هم در نگاه بین، هم در طرز خوب اگرچه تجربهش آگاه میشن. این بسیار برنامه خوب است که خدمت خوب میکند. برای خاطر ما گفتیم که در این موضوع در حرفای زیاد دیگه تو یک بسیار شخصیت بزرگ روسیه است که چند تا پیش وفات کردن، دمیتری خشاب. بعد میگه که با روسی خطی میگه سامی любимые мои изречения میگه посадить дерево, если завтра будет последний день. یعنی که گفته است که اگر من دونم که پگاه روز آخرین میوانه نیست یه روز پیش درخت میشونم. و یک دانشمند بسیار خوب دیگر است فرانسوی است، سالهای سال در مراکش که محقق قرآن بود، محقق عرفان بود. بعد یک حرف خوب می‌نویسد، میگه عجیب است که در قرآن از همه بیشتر درباره درخت و درباره مسجد حرف می‌رود. بعد میگه به نظر میرسد که انسان خداوند را در باغ بیشتر یاد میکند و در مسجد. در دو جا. و این درست است. در قرآن هم ولی حرف قرآن است، میگه که جنت تجری من تحت الانهار. میگه بهشت آنجاست که درختان هستند و زیر آنها آبها روانند. این قدر مهمه دیگه. و این خاطر ما بسیار می‌ندانیم شما اسکندر که خیلی زحمت میکشه، میخواد کارا رو میکنید و حتی در همین جای تنگ شما دیده که خیلی یک زیاد نیست. یک تقریبا شما کار یک خیلی مردم در این واسطه میکنند که از درخت میگیرن و آباد میکنن و چقدر کمک برای مردم میشد. و انشاءالله که همیشه موفق باشید و تجربه شما را همه مردم استفاده برند. همدیران عزیز، ما یک جمع تشکر میگم حاجی بابا از خود دیکم ناحیه درواز آمدگان، این قدر راه رو طی کرده آمدگان خونه من. انا حاجی حیدر شاه اکم سابق وزیر کشاورزی که حوزی هم در برای وطن خدمت کرده ایستادن، حاجی رحمان اکم که این قدر در وظیفه‌های بلند خدمت کرده آمدگان، حوزی هم فقط کارشون درخشنانی و آبادکاری، یک دقیقه تینج نمیشنن، فقط کارشون همین آبادکاری است. ما هم از نام اهل گروه با حاجی باباها عمری دراز میطلبیم، پرفیض و برکت. شما اصلا کسل نشوید. شما
سالهای طولانی عمر دراز با برکت دیگه سل با عمر دراز بینید و در بالای ما سایبان شوید با ما مصلحت گر شوید. سلامت باشید. برکت یابید. پروردگار را در پناه رحمتش نگاه دارد. فیض برکت عزیز زیادتر کنید. الله اکبر.